بر شما. من داداجان اتاول هستم. من امروز شما را به توی دعوت میکنم. به توی امام علی رحمانوف، دوست من در قفسنگ و رئیس جمهوری تاجیکستان. این توی چند سال پیش گذشته بود و ثبت این توی خیلی مخفی نگه داشته میشد و فقط در بین نزدیکان عائله و خانواده رحمانوف تقسیم میشد. خوشبختانه یک نسخه ثبت این توی به دست ما رسید و ما میخواهیم که شما دانید که رئیس جمهوری شما، پرزیدنت شما چه خیل توی معرکه ها میگذراند. در اینجا یگان چیزی علاوگی نیست، یگان چیزی زیادتی نیست. برعکس این ثبت‌هایی هستند که یعنی تهیه کرده شده بسیار بخش‌های از این توی به خاطر آن که مثلا باعث خنده‌خریش مردم میشدند یا که باعث یک شرمندگی این نمایشنامه میشدند، با خواهش خود رحمانوف بریده شده بودند، تحریر کرده شده بودند و تکمیل داده شده بودند. با وجود همین، وقتی من این توی را تماشا کردم به خاطرم فیلمی تنسار دیسکو، رقاص دیسکو به یادم اومد و وقتی میدیدم که رحمانوف چطور جولان میزند، چطور میرقصد، چطور مستانه میخرامد و در اطراف وی مثل غلامان، خشتبارانش، دامادهایش، فرزندهایش، وزیرانش میرقصیدند، واقعا اما در همین توی و در همین نوار دیدم که امام علی رحمانوف حتی خوب رقصیده هم نمیتوند، اما به یک چیز قائل شدم. تصور کنید قریب 4 ساعت بی تنفس رحمانوف میرقصد، میسراید، میخرامد و از هم اساسی حتی همین توی هم یک توی عادی، یک معرکه مقرری را رحمانوف نمیتواند که از ابتدا تا انتها یک خوب گذراند. حرف زیاد نمیزنم، شرح زیادم نمیدهم، میخواهم خودی شما ببینید و با ارتیست خلقی تاجیکستان و رقاصه بهترین تاجیکستان
به تنسار دیسکو به رقاصه امام علی رحمان خودتان بها دهید. خدا یاری تو هستی و خریدار تو هستم تو مکن از من جدایی که گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم تو مکن از من جدایی گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم تو مکن از من جدایی گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم تو مکن از من جدایی گرفتار تو هستم خریدار تو هستم. تشکر. خیستم آخری چکنم با دیگران ابرو نپران ابرو نپران ابرو نپران جانک ابرو نپران ابرو نپران فرخودیم ابرو نپران هی هی ها. بابا ما بیتره ابرو نپران ابرو نپران گیرم به کنار خدید فرنایی بهی ببر حالا گشتمو سبر مسومه بیا بیا یکمی ناز بیا خودت تساز بیا سری شبتا بسو هاری دستی مقدام لکار موسومه اگر این یک توی مثلا یک نفر دهقان یک نفر عالم یک نفر بازرگان میشد این دیگه اختیار اون نفر است که باید توی خود چخیر میگذراند. اما وقتی که این توی رهبری دولت است وقتی که این توی بعد قراری واقعا خنده آور یک قانون درباره تنظیم رسم مراسم ها که در تاجیکستان 5 سال پیش قبول شده بود این توی بعد همون قانون است و در همین جا هم گویا که قانون برای رحمانوف و خانواده رحمانوف دخل ندارد. گویا که قانون هم مثل قانون های دیگر فقط برای یک معلم و یک آموزگار یک آدم قطاری یا یک راننده یک نمیدونم شاعر نویسنده یا یک مهندس دخل داشته باشد. این توی از دو سبب میتواند که در به نمایش گذاشته شود. یکم این توی دو چیناونیک است توی دو کارکنی دولتی کارکنی مسئول دولتی یکی امام علی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان و دیگری رستم رحمانوف جانشین رئیس گمرک تاجیکستان. من در حیرت میشوم که این دو چیناونیک از کجا اینقدر پول را یافته باشند که فقط تویشان قریب 1.5 یا 2 میلیون ارزش دارد. من میدانم که ماهانه پرزیدنت رحمانوف $18,000 امریکایی است. $18,000 و ماهانه رستم رحمانوف تقریبا شاید در یک سال $7,000-8,000 باشد.
ببینید از کجا این توی، از کجا این معرکه، اجازت می‌دهیم که در از کجا اینقدر همهمه و دمدمه، از کجا اینقدر ارتیستان، از کجا اینقدر رامشگران، رقاصه ها، خدمتگاران و این میزهایی که در بالای آنها تمام نعمت های دنیا هست. این چه نشان میدهد؟ این نشان میدهد که رحمانوف برای رحمانوف و خانواده رحمانوف قانون عمل نمی کند. انا همین توی هم نشانگری آن است که برای آنها قانون، برای آنها قاعده، برای آنها